فیلم ترسناک و هیجان انگیز با من صحبت کن یا تاک تو می فیلمی هست که خیلی توسط منتقدین مورد تحسین قرار گرفته. تا الان از راتن تونسته نمره 95% رو کسب کنه و از متاکریتیک تونسته نمره 76 رو بگیره و جالبیش اینجاست که میزان ریویو و بررسی‌های منفی 0% بوده، یعنی هیچ بررسی در دسته منفی قرار نگرفته. و البته فیلمی هست که کارگردانایی مثل پیتر جکسون و استیون اسپیلبرگ اونو ستایش کردن و پیتر جکسون گفته که این فیلم بهترین و قوی ترین فیلم ترسناکی هست که در چند سال اخیر دیده. وقتی خودم اولین بار اینا رو شنیدم با خودم گفتم خب با توجه به نمرات خیلی خوبی که گرفته احتمالاً باید فیلم خوبی باشه، یا ممکنم نباشه، چون همین تازگی‌ها یکی دوتا فیلم منتشر شده بود که نمرات خیلی خوبی هم گرفته بودن ولی از نظر من و خیلی‌ها اصلاً راضی کننده نبودن. پس در مورد این فیلم چطور؟ آیا واقعاً به اندازه‌ای که گفته میشه خوب هست یا نه؟ بریم که در مورد فیلم با من صحبت کن صحبت کنیم. فیلم به طور خلاصه در مورد میا، دختری هست که با گروهی از نوجوانا دور همدیگه جمع میشن و با استفاده از یه دست مومیایی شده با ارواح ارتباط برقرار میکنن و اونا رو احضار میکنن. من داشتم با مادرم صحبت میکردم و وقتی خلاصه فیلم رو خوندم بهش گفتم خب این که به نظر میاد مثل خیلی از فیلم‌های ترسناک کلیشه‌ای دیگه‌ای که بارها در مورد احضار ارواح دیدیم باشه. آیا واقعا چیز جدیدی برای گفتن داره یا داستان متفاوتی داره؟ فیلم منتشر شد، با مادرم تماشا کردم و به جواب رسیدم که بله، در عین حال که از یه ایده آشنا و قدیمی استفاده کرده که قبل از اینم تو سینما وجود داشته، اما تونسته متفاوت باشه و از کلیشه دوری کنه و حرف جدیدی نسبت به فیلم‌های مشابه برای گفتن داشته باشه. بلیک اسنایدر تو چپتر 2 از کتابش به خوبی در مورد این موضوع صحبت کرده که فیلم چطور باید همون همیشگی اما نوع دیگری از اون رو به مخاطب ارائه بده. بعداً به طور مفصل در مورد فیلم صحبت میکنیم و ابهاماتی که ممکنه وجود داشته باشه یا اینکه دقیقاً چه اتفاقی تو داستان افتاد و توضیح میدم. ولی قبلش بیایید از کارگردانای فیلم صحبت کنیم. فیلم توسط برادرای دوقلو به نام دنی و مایکل فیلیپو کارگردانی شده که اونا در واقع یوتیوبر هستن و قبل از ساخت این فیلم‌های ترسناک کوتاهی رو توی کانال یوتیوبشون آپلود میکردن که میتونید اسمشون رو سرچ کنید و کانالشون رو توی یوتیوب ببینید. پس این اولین فیلم بلند اونا بوده که کارگردانی کردن و میشه گفت فیلم طوری بوده که اگه من این موضوع رو نمیدونستم جدا فکر میکردم که توسط یک کارگردان با تجربه تری ساخته شده، نه دوتا برادر یوتیوبر. و میتونم بگم اونا کاری رو کردن که تو این سالهای اخیر بعضی از فیلمسازا با بودجه زیاد نتونستن انجام بدن، در حالی که بودجه این فیلم خیلی خیلی کم بوده و فقط 4.5 میلیون دلار بوده. بعد از تماشای فیلم من چند تا از مصاحبه‌های اونا رو تماشا کردم و اونا توضیح میدادن در مورد اینکه چطور سعی کردن بیشتر به صورت عملی جلوه رو اجرا کنن، مثلا از طریق میکاپ و گریم و کمتر از جلوه‌های ویژه استفاده کردن و همینطور یکی دوتا صحنه بود که نتونستن فیلم برداری کنن پس حذفش کردن و همینطور تو مصاحبه گفتن درسته که محدودیت‌هایی از نظر هزینه و بودجه داشتن ولی این مسئله به خلاقیت اونا کمک کرده و اونا برای ادیت و ساوند دیزاین از روش‌های خلاقانه استفاده کردن و همینطور گفتن که تقریباً همه کمپانی‌ها در هالیوود به اونها نگفتن به جز یک کمپانی، اما در نهایت تونستن به رویای خودشون برسن و فیلمشون رو بسازن، چون از وقتی که 9 سالشون بود آرزو داشتن که فیلم بسازن. و وقتی نظرات مردم رو در این مورد میخوندم
دیدم که این موضوع چقدر تونسته الهام بخش باشه برای خیلی از افراد که امید داشته باشن و تلاش کنن و این مسیر رو ادامه بدن که این خیلی خیلی با ارزشه و نباید نادیده گرفته بشه. یکی از چیزهای خوبی که در مورد این فیلم وجود داره اینه که به شخصیت‌ها تو فیلم طوری پرداخته میشه که خودشون و اتفاقاتی که براشون پیش میاد برای مخاطب اهمیت داشته باشه. برخلاف بعضی از فیلم‌های اکشن و ترسناکی که توی این چند سال اخیر دیدیم که گاهی شخصیت‌ها طوری خلق میشن که زنده بودن یا مردنشون برای مخاطب اهمیتی نداره، ولی تو این فیلم این مسئله پیش نمیاد. بازی ها که در کل خیلی خوب بود، به خصوص بازی صوفی در نقش میا. ساوندترک هم که عالی بودن و مناسب و بجا بودن. فیلم برای من چندان ترسناک نبود، یعنی خیلی فیلم ها دیگه برای من ترسناک به نظر نمیان و خب مسلما این قضیه ترسناک بودن یا نبودن میتونه برای هر کسی متفاوت باشه، ولی فیلم کلاً از لحاظ بصری خوب بود و روی چهره و گریم اون ارواح به خوبی کار شده بود. یکی از بخشای خوب فیلم همون ابتدا هست که فیلم با یه برداشت بلند یا نمای واحد شروع میشه که یه نمای پر از صحبت و کنش و حرکت هست که طی یه فیلمبرداری پیوسته ما برادر داکت رو در یه پارتی دنبال میکنیم که به دنبال برادرش میگرده و نگران اونه. دنی کارگردان فیلم گفته که اونا صحنه‌ای رو میخواستن که مخاطب رو به دنیای اونا یعنی به درون داستان بکشونه که به این کار به اصطلاح تو فیلمنامه‌نویسی میگن قلاب. و به خاطر چالشایی که از نظر طراحی حرکات و تعداد عوامل اضافی وجود داشته، اون صحنه‌ای که ما اول می‌بینیم در واقع آخرین صحنه‌ای بوده که اونا فیلم برداری کردن. و جالب اینجاست که برای اشخاص و بازیگرایی که می‌بینیم توی اون پارتی حضور دارن، اونا از فالوورای خودشون استفاده کردن. و ادامه این ویدیو حاوی اسپویله، چون میخوام کمی در مورد ابهاماتی که وجود داره توضیح بدم، اینکه دقیقاً برای میا چه اتفاقی افتاد یا اینکه اون روح‌ها چی می‌خواستن. همونطور که قبلا تو خلاصه فیلم گفتیم، افراد توسط یه دست مومیایی شده میتونن با ارواح ارتباط برقرار کنن و برای این کار کافیه که اون دست مومیایی شده رو بگیرن و بگن که با هم حرف بزن. و اگه بخوان اون روح مدتی بدنشون رو تسخیر کنه، بعدش باید بگن که من بهت اجازه ورود میدم. ولی اینجا 2 قانون وجود داره که تو فیلم هم گفته میشه. قانون اول اینه که اگر به ارواح اجازه ورود بدن، این کار نباید بیشتر از 90 ثانیه طول بکشه. و قانون دوم اینه که اگر وقتی که اون ارواح درونشون یعنی تو وجودشون هستن بمیرن، اون وقت تا ابد مال اون ارواح میشن. میا این کار رو انجام میده، دست مومیایی شده رو میگیره و میگه بهت اجازه ورود میدم. بنابراین روح اون خانومی که غرق شده بدن میا رو تسخیر میکنه، ولی چون این کار بیشتر از 90 ثانیه طول میکشه و قوانین شکسته میشه، ما میبینیم که مشکلاتی برای میا پیش میاد. برای کاراکتر رایلی هم همین اتفاق پیش میاد و تقریبا 2 دقیقه با روح در ارتباط میمونه که این باعث میشه که سر و صورت خودش رو به اینور و اونور بکوبه و سعی کنه که خودش رو بکشه. در نهایت هم که پاش به بیمارستان میکشه. و وقتی هم که رایلی تو بیمارستانه میبینیم هر زمان که به هوش میاد بازم سعی میکنه خودش رو بکشه. چرا این کار میکنه؟ چون همونطور که طبق قانون دوم گفتیم، وقتی که روح در درون بدن و وجود اونهاست، اگر اون شخص بمیره مال اون روح‌ها میشه. در واقع با این کار روح‌ها میخوان که رایلی رو برای خودشون نگه دارن. و از طرفی میا رو میبینیم که هر از گاهی روح مادرش رو میبینه، ولی آیا واقعا اون روح مادرش بوده؟ البته که نه. تو فیلم تقریبا 2 بار تکرار میشه که روح‌ها میتونن ادای اشخاص دیگر رو در بیارن و تقلید کنن و خودشون رو جای کس دیگه‌ای بزنن. اون روحی که میا فکر میکرد مادرش بوده در واقع داشته دروغ میگفته و ظاهرا روح همون خانم غرق شده‌ای هست که اولین بار بدن میا رو تسخیر کرده بود.
ولی چرا و طبق چه نشونه‌ای داریم میگیم که اون روح غرق شده داشته دروغ میگفته و ادای مادر میا رو در می آورده؟ برادر داکت یه جایی توی اتوبوس میگه که هرچی روح‌ها بیشتر تو بدن کسی بمونن به مرور ضعیفتر میشن و جسم اونا پسشون میزنه. حالا اگر به اون روحی که به دروغ میگه مادر میاست دقت کنیم، میبینیم هر بار که ظاهر میشه به مرور سر و صورت و بدن و گردنش خیستر میشه و ازش آب میچه که انگار که غرق شده. دقیقاً مثل همون روح غرق شده که اولین بار بدن میا رو تسخیر کرده بود، انگار که به مرور داره ضعیفتر میشه، همونطور که برادر داکت گفته بود. و تو اون صحنه‌ای که اولین بار اون روح غرق شده بدن میا رو تسخیر میکنه، اگه خوب گوش بدید صدای آب میاد و هر بار و هر دفعه که روح مادر میا هم ظاهر میشه، ما میبینیم که دوباره همون صدای آب تکرار میشه و پخش میشه و این میتونه یه نشونه باشه که اون در واقع همون روحه. در واقع اون روح که خودش رو جای مادر میا زده گولش میزنه و تو طول مدت فیلم بهش دروغ میگه و میگه که باید سعی کنه رایلی رو بکشه و ازش محافظت میکنه. ولی چرا این حرفا میزنه و چرا چنین چیزی رو میخواد؟ چون همونطور که قبلا گفتیم رایلی که تسخیر شده اگر بمیره تا ابد مال اون روحا میشه. در حالی که خود خواهر رایلی هم یه جایی توی فیلم میگه که رایلی داره کم کم بهتر میشه و حتی چند لحظه به هوش اومده خود واقعیش بود، ولی میا که گول خورده دیگه باور نداره. ولی همونطور که برادر داکت گفته بود روحا به مرور ضعیفتر میشن و ما میبینیم که رایلی هم به مرور داره بهتر میشه و در نهایت میا که سعی داشت رایلی رو بکشه خودش کشته میشه و چون در حالی که تسخیر شده بود میمیره، روحش برای همیشه در بین ارواح گم شده گیر میفته. فیلم به طور استعاری به غم و اندوه و دشواری رها کردن اون میپردازه و اینکه اگر کسی اون غم و اندوه رو رها نکنه میتونه عواقب مخربی برای اون فرد و اطرافیانش داشته باشه. ما توی صحنه میبینیم که میا حاضر نمیشه به درد و رنج کانگورویی که توی جاده میبینه مجروح شده پایان بده و به جاش اونو رها میکنه و میذاره که زجر بکشه. دقیقاً مثل وضعیت خودش که توی تنهایی و درد غرق شده و از اینکه مادرش رو از دست داده هنوز غم داره. اما این امتناع و خودداری میا از اینکه اون غم و اندوه رو رها کنه مسبب همه اون اعمالش در طول فیلم هست که در نهایت هم باعث اون پایان غم انگیز میشه. و میشه گفت فیلم به طور استعاری به ایده اعتیاد هم میپردازه. اینکه میا هر بار سراغ اون دست مومیایی شده میره و فکر میکنه راه حلی هست برای حل مشکلاتش یا رهایی از درد و غمش و اینکه وقتی اون دست رو میگیرن میگن که من بهت اجازه ورود میدم. همه اینا یه وضعیتی مشابه مواد و اعتیاد رو برامون تداعی میکنه و جالب اینجاست که ایده کارگردانا برای ساخت فیلم از همینجا اومده و مایکل تعریف میکنه که همسرشون وقتی برای اولین بار داشته مواد امتحان میکرده یه واکنش منفی نشون داده و بچه‌ای که همراهش بودن وقتی دیدن روی زمین تشنج کرده وایساده بودن فیلم میگرفتن و میخندیدن. و این قضیه و ایده رو میتونید با همون دست مومیایی شده و بچه‌ای که وای میسن فیلم میگیرن و میخندن مقایسه کنید. و من فورشادوینگایی که در مورد قضیه کانگورو و آینه بود رو هم دوست داشتم و در کل نمره من به این فیلم 77 از 100 هست. حتما تو کامنت ها بگید که نظرتون راجع به این فیلم چی بوده، آیا به نظرتون ترسناک بود، داستانش رو دوست داشتید یا نه و اگر شما بودید چه نمره‌ای به این فیلم میدادید. خیلی ممنون که تا آخرین ویدیو همراه من بودید. Wish you all the best. I'll see you next time. Bye.